سلام علیکم وطندارای گل. یک چیز جالب پیش روی آمد، گفتم که باش که شما هم شریک بسازمش. یک جای تفریحی است که آمدیم به خاطر تفریح، اما جالبی بود که مثل مردم افغانستان جالب است. یک چند ثانیه بعد براتان تصویرش نشان میتم، شاید که به نظر شما هم یک چیز جالب باشه. صدها قلف است که مردم در دور ازی آوردن و قلف کردن. Vediamo Gluzia, 69. اونجا هم بالا شدن. اینمی از نگاه شما خرافات است یا نیست؟ اگه خرافات است مردم افغانستان چرا میکنن و این مردم از این کشورهای خارجی چطور این کار میکنن؟ معلومات تا نمیشه نوشته کنید. کم نیست. مثلا در یک قطارش هست 1 تا 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8 11 12 13 14 در قطار دیگه بسیار از دیگه 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 30 35 دانه در قطارش هست. در هر قطار یه نمطور مردم آورده قلف بسته کرده. در مجموع خدا میدانه که چند هزار دانه قلف میشه. اگه معلومات دارین شما هم شریک بسازین که ما بفهمیم که در قلف بسته کردن چی گپ است. سلامت باشین.